سلام و دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ دوستان، ما به خاطر تنوع در کانال هر هفته یه ویدیو درباره پرونده های جنایی دنیا میذاریم. میرسیم به پرونده شماره 1، یعنی بچه های خانواده سودر. در یکی از شب‌های کریسمس سال 1945 خانه سودر به یک آتش سوزی بزرگ ویران شد. 4 کودک از 9 کودک خانواده سودر از آتش فرار کردند، اما پس از خاموش شدن آتش هیچ اثری از 5 کودک دیگر یافت نشد. به گفته رئیس آتش نشانی محلی، شدت آتش به حدی بوده که حتی بقایای جسدها را سوزانده است. با این حال هیچ کس نمیتونست تو محیط شبیه سازی شده استخوان‌ها را به خاکستر تبدیل کند. بدتر از همه، شاهدان متعدد ادعا کردند که بچه‌ها را در حال تعقیب فردی یا چیزی در آتش دیدند. گمانه‌زنی‌های متعددی پیرامون ناپدید شدن غیر قابل توزیع بچه‌های در اذهان عمومی چرخید. آیا آنها قربانی قاچاقچیان انسان بودند یا فردی که با سودرها مشکل داشته است آنها را دزدیده است؟ در واقع هیچ کس با اطمینان در مورد آنها و اتفاق اون موقع صحبت نکرد. اعتقاد والدین آنها این بود که فرزندشون هنوز زنده است، که با این حال آنها هرگز خبری از فرزندشان دریافت نکردند. دوستان، هنوز است از اون موقع این پرونده بازه و معلوم نشد که چه کسی آنها را دزدیده است. رفقای گل، رسیدیم به آخر داستان این پرونده. میریم سراغ شماره پرونده دوم، یعنی جان بنت رمزی. جان بنت رمزی یک ملکه زیبای 6 ساله بود که در سال 1996 در خانه خود بولت کلرادو به قتل رسید. در واقع او به سرش ضربه خورده بود و مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود و خفه شده بود. رایج‌ترین نظریه در زمان قتل او این بود که برادر و والد او قاتلین اصلی هستند. با این حال شواهد DNA رسما آنها را در سال 2008 تبرئه کرد و در دسامبر 2003 DNA دیگری از خونی که روی لباس جان بنت رمزی یافت شد به دست او آمد و مشخصات DNA مهاجم او پیدا شد. این مشخصات به سیستم فهرست DNA FBI وارد شد تا سابقه اون باقی بماند و تا امروز چندین بازدید از آن صورت گرفته است. از زمان قتل جان بنت پلیس بیش از 21,000 نامه و ایمیل را پیگیری کرده است و به آنها و 19 ایالات فرستاده شده‌اند تا بیش از 1000 نفر سوال کنند یا با آنها صحبت کنند. و متاسفانه قتل او همچنان یک راز باقی مانده است و این داستان هم به پایان میرسد. اگر تا اینجای ویدیو را نگاه کردید لطفاً ساب و لایک کنید. داستان شماره 3 و آخر، قاتل خفه کننده شیکاگو. بنا به دلیلی خفه کننده شیکاگو علیرغم به جا گذاشتن چندین جسد یک قاتل سریالی نسبتا ناشناخته باقی مانده است و در 20 سال اخیر از سال 2001 زنان خفه شده در کوچه ها، پارکینگ ها و ساختمان های متروکه در سراسر شیکاگو کشف شده است. خفه کننده شیکاگو تا به امروز حداقل 51 زن را به قتل رسانده است. اکثریت زنان آن قومیت آفریقایی و آمریکایی و کارگران جنسی بودند. در یکی از حادثه فجیع در سال 2007 این خفه کننده 2 زن را در یک روز به قتل می‌رساند و هنوز اهالی اون محل با کابوس این قاتل سریالی می‌خوابند و هنوزی توی سال 2025 نتونستند این فرد را پیدا کنند. دوستان، رسیدیم به آخر این ویدیو. لطفاً لایک، کامنت، ساب یادتون نره. چاکرتونیم. تا ویدیوی دیگر، بدرود.